سبحانه وتعالى در سوره بقره 250 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولی کسانی هست. ولی یعنی چی؟ ولی دوست، نصرت دهنده، کمک کننده، پشتیبان و نجات دهنده کسانی هست که ایمان آوردند. آمنو ای وحدو، یعنی الله دوستی کسانی هست که موحد هستند. الله با کی دوستی میکرده است؟ کی را دوست داشته است؟ کی را نجات میدهد؟ موحدین را. شیخ ابن عباس میگن که ایمانی که در قرآن وجود دارد این معنای توحید است و آمنو ای وحدو. ای آمنو وحدو، الله ولی آنان هست که موحد هستند و الله همین ایمان آورده ها را بیرون میکند از ظلمات به سوی نور. از کدام ظلمات؟ تاریکی. از تاریکی و ظلمات و زیقی و غمگینی، شرک و کفر، بدبختی و شقاوت و تمام عذاب این دنیا، الله سبحانه و تعالی به سبب ایمان به سوی نور، هدایت، خوشبختی، سربلندی، عزتمندی در این دنیا و آخرت بیرون میکنه. زیرا که در این وقت ظلماتی که اومده است، این ظلمات این دنیا و آخرت است. کسی که موحد نیست، کسی که ایمان ندارد، این دنیا حیاتش ظلمات و تاریکی است، بدبختی است و غمگینی است و مقصد زندگی کردنش نامعلوم و بنده شیطان. و در روز آخرت، پیش از آخرت، در روز بگویم حیات برزخ در عذاب، و در روز آخرت شرمنده و شرمسار در ظلماتی و تاریکی است و عاقبتش جهنم است. الله سبحانه و تعالی انا همین انسانی که در ظلماتی این دنیا و آخرت است، انا همین را به سبب ایمان بیرون میکند به سوی نور، هدایت، سربلندی، عزتمندی، پاکیزگی در این دنیا و آخرت. و الله دوستی انمین موحدین است و الله موحدین را همیشه به سوی نور میبرد، نه به سوی ظلماتی. الله موحدین را همیشه به سوی سربلندی و عزتمندی میبرد، نه به سوی غلامی و پستی و سرخمی. الله موحدین و مؤمنین را در این دنیا و آخرت از جمله پاکان قرار داده است، سعادتمندان قرار داده است، عزتمندان قرار داده است، نه از جمله شقاوتمندان و یا که و غیره. اما اینها انسان، این وقت دلالت میکند انسان هایی که طاغوت پرست هستند و مشرک هستند، اینها نجسند، در این دنیا و آخرت در ظلماتی است. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. اول الله ایماندارها را ذکر کرد و ایماندارها اولیاشون کی بوده است؟ الله بوده است. یعنی در نزد مؤمنین از همه چیزی دوست داشته این الله هست، به خاطر الله حرکت میکند و الله هم اونها را دوست میدارد. دوستی مؤمنین و موحدین با الله و دوستی الله به موحدین است. دوستی از دو جانب است، هم از جانب مؤمنین به الله، مؤمنین الله را دوست دارند، الله هم مؤمنین را دوست دارد. اما کسانی که کافر هستند، آنانی که کافر هستند، اولیایشان، دوستانشان که به خاطر همین اولیا می جنگند یا که به خاطر دفاع این اولیا حرکت میکنند، مقصدشان رضاگی همین اولیاشان است. اولیا یعنی همون کسی که برای رضا شدنش حرکت میکنی، این طاغوت است، الله نیست. مؤمنین اولیاشان الله است، اما طاغوت ها اولیاشان، بگیم کافرها اولیاشان طاغوت ها است. در همینجا شاید سوال شود که چرا الله نگفت که انما المؤمنون اولیاؤهم الله، نگفت همانا که مؤمن ها اولیاشان الله است نگفت، و گفت که الله ولی الذین آمنوا. جمله‌ای که الله در این سوره گفت الله ولی الذین آمنوا، معنایش
آشکارتر، واضحتر و خیلی هم بزرگتر است اثبات کننده ولایتش رو. زیرا که همان وقت الله به یک بنده ولایت میکند یا بگویم یک بنده رو دوست میدارد، ولی یک بنده میشود که همون بنده مؤمن و موحد باشد و الله را دوست داشته و اولیایش الله باشد. بعد از این الله او را که اگر اولیایش را قبول کرد، بعد از این الله او را دوست میدارد. برای همین الله گفت که من ولی مؤمنین هستم. پس مؤمنین همه عبادتشون و دوستداری که به الله میکنن قبول است. از سبب اینکه قبول است الله ولی مؤمنین است. اما کافرها را گفت که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اولیای طاغوت ها اولیای کافرها طاغوتان هستند. یعنی طاغوت ها به خاطر همین مردم را گمراه کردن میکوشند و مردم کافر هم به خاطر رضا کردن طاغوتشان میکوشند. کافرها دوستانشان، اولیاشان، کافرها که است طاغوت است. یخرجونهم من النور الى الظلمات. اولیای کافرها طاغوتها کافرها را از نور به سوی ظلمات میکشند. یعنی چقدر که کافر باشد و به سوی اسلام ناید و همین طاغوت پرستیش را ادامه بدهد، روز به روز باز به ظلماتی، باز جهنمی، باز به قعر پایانتری جهنم رفتن میگیرد. و باید طاغوت پرست ها بدانند که کافر هستند و ایمان ندارند و جای اینها جهنمی ابدی هست و این تکفیر الله بر طاغوت پرست ها است. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. طاغوت پرست ها که هستند اصحاب نار هستند، صاحبان جهنم هستند و ابدالابد در جهنم باقی میمانند. این تکفیر است. الله در همین آیت طاغوت پرست ها را آیا تکفیر کرد یا نکرد؟ بله تکفیر کرد. کنی تکفیر شما میگه تکفیر این است که الله گفت که هم فیها خالدون. وقتی که طاغوت پرست به جهنم میدراید دیگر نمی براید. در دیگر آیات ها و احادیث آمده است که انسان موحد از جهنم می براید. پس الله وقتی که یک کسی را گفت که از جهنم نمی براید، هرگز نمی براید، این دلالت میکرد که این کافر است. پس طاغوت پرست ها کافر است. معنای آیت انا همین است. بارک